روی من با رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت است آقای گویا. آقای گویا موضوع در دوره‌های مختلف صندلی پایش شکست. خانم من خیلی معذرت می‌خوام. یه لحظه تصمیم که هفته آینده که مصادف است با شهادت بانوی اسلام صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و هفته بعد از اون 14 خرداد که مصادف است با رحلت جانگداز امام امت. هرچندم باخته باشیم خیلی با غیرت بازی کردن بچه‌های ما، یعنی اون انتظاری که از تیم ملی داشتیم ما برآورده کردن. واقعا بهشون تبریک میگم. همون صحنه‌ای که لاپایی زد لایی دیگه لاپایی او دعایی که از ته دل بخواد داشته چه دعاییه؟ دعای اما یجیب مستدرزا علی اما یش کسوف هست که باید حتما اینا یک لحظه دو مرتبه دعای اما یجیب یشفع کسوف هست. رسوم ما در این موقع سال اینه که از جای دیدنی